أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم. الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 17 درس گرفتیم و حالا باشد درس 18 را ما و شما خواهیم شروع کرد. کتاب بیدان درس 18. موضوع درس امروزه ما و شما امر بالام است. چطوره که درس گذشته درس 17 گفتیم که امر به دو قسم تقسیم می شود، امر بالام و امر بیلام. امر بیلام رو درس گذشته همچنین امر حاضرش هم میگویند، درس گذشته با تفصیل گرفتیم و امروز باشد قسم دوم امر که امر بالام هست که اون رو همچنین امر غایب شم میگویند. امر بالام یا امر غایب هر دوش یک چیز و یک کلمه هستند. اکنون امر بالام همگی 8 صیغه دارد. صیغه هایش 8 هستند. 8 صیغه دارد. چطوری که شما میبینید از اینجا شروع کرده تا به این از مثال صحیح سالم آوردیم و اینش باشد از اجوف، چطوری که درس گذشته همین کار کرده بودیم. پس در این درس هم انشاءالله از اینها چی طور امر بالام یا امر غایب چی طور میگیریم در این درس بیان خواهیم کرد. خب میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید. صاحب کتاب در صفحه 43 امر بالام، موضوع امر بالام که هست، در اینجا میگوید که امر بالام را از 6 صیغه فعل مضارع غایب معلوم و از 2 متکلم میگیرند. دقت بتید. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربن، این 6 تا صیغه غایب است. ما شما درس گذشته صیغه مخاطب را گرفتیم. اکنون این 6 تا صیغه غایب است. از 6 صیغه غایب و از 2 متکلم اضربو نضربو، اکنون این 6 تا قد 2 تا چند تا می شود؟ 8 تا. از این 8 صیغه ما امر غایب میگیریم. اکنون امر غایب رو چی طور میگیریم؟ صاحب کتاب برای ما و شما میگوید که به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع، میگد که عمل اول همین است که در اول فعل مضارع غایب معلوم حرف لام رو میاریم. لام مکسوره رو ببینید در اینجا من چند تا فعل های مضارع غایب معلوم آوردم تا اینکه چطوره که درس گذشته امر بیلام را کار کردیم این را هم همچنین کار بکنیم و چطور امر بیلام گرفتن را از خود بکنیم. ببینید اولا در اولش یک لام مکسوره میمونیم. ببینید لی، در اول هر یک تا اینها یک لامی مکسوره میمونیم. ببینید این عملی چی است؟ این عمل یکم، چطوره که صاحب کتاب گفت عمل اول. عمل اول در اولشون یک لام های مکسوره میمونیم. لام مکسوره مونده که چی میخونیم؟ لیضربو لیقولو لیقولو لیدحرجو لیقولو لیدحرجو لیستخرجو لیدعو لیرمی لیخشا. اکنون لامه که موندیم این شد. حالا امر غایب پایان به پایان نرسیده است، یعنی که حالا امر غایب نشد. از ما عملی یکم رو کردیم که در اولش لام مکسوره میموندیم لی، بعد لی همون فعل مضارع را خودش رو می آوردیم چطوری که شما دیده ایستادید. اکنون عمل دوم چی است؟ عمل دوم همین است که ما حرکت آخر کلمه را میگیریم، زیرا که لام و مثل لم
حرف لمی که در اول فعل مضارع می آوردیم فعل جهد، آخر فعل مضارع چیکار میکرد؟ ساکن میکرد. نه این لام هم همچنین از جازمه هاست که آخر جزم میکنه. ببینید حرکت چه میگیریم؟ میشود ساکن. پس میشود لیضرب، ترجمهش گو تا بزند وی مرد در زمان آینده، یعنی بگو تو وی مرد را که بزند در زمان آینده. لیضرب. لیقول در اینجا چیکار میکنیم؟ آخرش هم میبینیم حرف صحیح هست، ساکنش میکنیم. التقای ساکنین شد، دو ساکن بر حرف علت حذف میکنیم. پس میشود لیقول، واو از بین رفت، لیقول به این طریق میآید. ببینید لیقول، لیقول، لیقول یعنی که، لیقول یعنی که بگو تا بزند وی مرد، بگو تا بگوید وی مرد در زمان آینده. لیقول بگو تا بگوید وی مرد در زمان آینده. این دویم. سیمش لیدحرجو، آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح است، حرکتش رو میگیریم ساکن میکنیم، ما قبل آخر حرف صحیح است، خلاص دیگه یگان کار دیگر نمیکنیم. درس گذشته اینها را بیان کرده بودیم. پس میگیم لیدحرج، بگو گو تا جر بکند وی مرد در زمان آینده، یا گو تا بغلطاند وی مرد در زمان آینده. در اینجا همچنین لیستخرجو، آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست، ساکنش میکنیم و ما قبل آخرش حرف صحیح است به حال خودش میگذاریم. پس میشود که لیستخرج، یعنی بگو گو تا این که طلب برآمدن بکند وی مرد. تا اینجا ما فقط در اینجا حرف واو رو حذف کردیم، باقی مانده فقط آخرها رو چکار کردیم؟ ساکن کردیم و خلاص. اکنون در اینجا ما حرفی لام مکسوره رو، لام امر رو آوردیم، در آخرش میبینیم حرف علت است. اکنون حرف علت ما باید چکار کنیم؟ حذفش میکنیم. این حرف علت حذف میشود. پس میشود لیدعو، واو حذف میشود، لیدعو به این طریق، لیدعو، لیدعو. ببینید لیدعو واو رو حذف کردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه فعل امر آخرش باید مجزوم باشد و حرف علت که هست حذف می شود. این لام جزم میکند آخرش رو، چطور که لم جزم میکرد، پس این حرف علت رو از بین برد. در اینجا لیرمی آخرش باز حرف علت است، این هم چکار میکنیم؟ حذفش میکنیم. و مثل چطور میشد؟ ببینید لیرمی، یا ندارد یا حذف شد به خاطر اینکه حرف علت است در آخر. اکنون لیخشا، لیرمی یعنی گو تا بپرتاید وی مرد در زمان آینده. لیخشا آخرش حرف چی؟ الف. این هم حرف علت حذف می شود. حرف علت حذف می شود، پس می شود که لیخشا، ببینید لیخشا، الف همو حذف کردیم. پس بگو تا اینکه بترسد وی مرد، ترجمهش. پس الان همین طور فعل امر گرفته می شود. دیدید امر اول در اولش چی را میمونیم؟ لام مکسوره، دیگه حرف مضارعه در جاش می ایستد، حرف مضارعه را یگان کار نمی کنیم و آخرش را حرف صحیح باشد ساکن، حرف صحیح باشد ساکن، ما قبلش حرف علت باشد حذفش میکنیم، چطوری که دیدید صحیح ساکن، حرف آخرش صحیح ساکن میکنیم، حرف آخرش حرف علت باشد حذفش میکنیم، از بین میبریمش، میشود امری غایب و امری بالام، به خاطر که در اولش حرفی لام دارد، این رو میگن امری بالام. پس به همین طریق امری بالام گرفته میشود. پس حالا کتاب رو میخونیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید و چه تعلیماتی را میدهد. دقت بتید. میگوید که امر بالام رو از 6 صیغه فعل مضارع غایب معلوم و از 2 متکلم میگیرند. چطور که اینها را بیان کردیم، این صحیح سالم، این از معتل اجوف. به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع، اکنون در اول این چیکار میکنیم؟ ما
لامی مکسوره میاریم چطوری که در اونجا حالا آوردیم. اکنون این مثال های همون رو همچنین کار میکنیم. لام مکسوره، در اینجا همچنین لام مکسوره، در اینجا همچنین لام مکسوره. ببینید لام مکسوره را در اول اینها ما میاریم. لام مکسوره بر اول اینها می آید. در اینجا باشد همچنین، در اینجا همچنین. پس می شود که لیضربو، لیضربان، لیضربون. این عمل یکم بود. عمل دوم آخرش نگاه میکنیم. حرف صحیح هست ساکنش میکنیم. حرف صحیح که هست ساکن می شود لیضرب. اکنون در باقی مانده مثال هایمان، در باقی مانده مثال ها فقط نون از امثله خمسه نون رو میگیریم خلاص. لیضربا نون رو میگیریم می شود لیضربو. اکنون در اینجا ما باید الف فارقه را بیاریم و داخل کنیم. ببینید لیضربو الف فارقه. بعد از این باز لی در اینجا حرکت که دارد، حرکت چه میگیریم چیکارش میکنیم؟ ساکن. لتضرب، لتضربا. در اینجا ما حرفی نون رو میگیریم زیرا که این امثله خمسه است. لیضرب نه، در اینجا یگان کار نمیکنیم، به حال خودش می ایستد. در اینجا وقتی که ما لام رو آوردیم اکنون حرکت آخر چیکار میکنیم؟ میگیریم و در آخر ساکن میمونیم تا اینکه لیضرب شود و اینجا همچنین حرکت چه میگیریم؟ ساکن میمونیم لنضرب. اکنون این را ما با آخر رساندیم از صحیح سالم به همین طریق. لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لیضرب، لنضرب. این 8 صیغه چی است؟ امر غایب. اکنون بیایید این رو میبینیم که در این جمع چی کار میکنیم. دقت بدید. اولین کاری که میکنیم در اولش لام مکسوره میمونیم. نه لام مکسوره، لام مکسوره، لام مکسوره در اولشون میمونیم. این عمل یکم است. عمل یکم چی بوده است؟ لام مکسوره در اول اینها ماندن. پس ببینید حالا ما در اولشون لام مکسوره را موندیم. دوم کار چیکار میکنیم؟ آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکنش میکنیم. پس اینجا ساکن. وقتی التقای ساکنان شد و از بین میبریم چی میشود؟ لیقل. به این طریق که لیقل، لیقل. ببینید لیقل، لیقل. در اینجا نون را امثله خمسه است، نون را از بین میبریم خلاص. لیقول. در اینجا همچنین نون را از بین میبریم امثله خمسه است، در جاش الف فارقه را میاریم زیرا که احتیاج به الف فارقه داریم. اکنون در اینجا باشه چی؟ در زنانه لتقول حرکت چه میگیریم؟ و ساکن، لام ساکن میشود. در اینش همچنین لتقولا نیده نون میگیریم میشود لتقولا. و در آخر یگان کار نمیکنیم. چرا در اینجا یگان کار نکردیم؟ فقط در اولش لامی مکسوره را موندیم و خلاص. اینجا همین کار را میکنیم و بس. اینجا همین کار را میکنیم بس. اکنون در صیغه متکلم لاقولو این را ساکن میکنیم. چطور اینجا ساکن کردیم؟ لنقولو. اینجا هم همچنین ساکن میکنیم، ساکن. لیکن در اینجا التقای ساکنان شد این واو از بین میرود، این واو میگیریم. پس به این طریق میشود که لنقل. ببینید لنقل به این طریق میشه زیرا که واو به سبب التقای ساکنان دو ساکن بر بر آمدن واو حذف شد و واو از بین رفت. پس این هست طریقی گرفتن امر غایب. به همین طریق امر غایب تیار کرده میشد. هر فعل رو بیارید شما 6 تا غایب و 2 تا متکلم را همین کار بکنید میشود امر غایب. پس بیا صاحب کتاب رو میبینیم چی میگوید. میگوید که به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع مثل لیضرب و لیعلم، فقط عمل اول رو گفته است. عمل دوم رو صاحب کتاب ذکر نکرده است که آخرشون ساکن می شود یا از امثله خمسه نون ها حذف می شود. این را صاحب کتاب ذکر نکرده است چطوری که ما بیانش کردیم. اکنون میگوید که معلوم امر بالام بر 8 صیغه می آید. ببینید معلوم امر بالام همگی چند صیغه دارد؟ 8 تا. چطور اینجا نوشتیم؟ 8 صیغه دارد. 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود. این 6 تا اینجا برای غایب است، این 2 حکایت نفس برای متکلم. اینجا همچنین 6 تا برای غایب
و این دوتا برای متکلم. پس این هست امر با لام. میگه اون شش که غایب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اکنون این شش تا، سه تا بالا برای مذکر، سه تا پایین برای کی است؟ برای مؤنث. اون سه که مذکر را بود اکنون توضیح میتید، دقت بتید ترجمهش. لیضرب ترجمهش میشود که گو تا بزند و این مرد. لیضرب گو تا بزند و این مرد. صیغه واحد مذکر غایب معلوم امر بالام. ببینید گو تا بزند، گو تا یعنی بگو وای تا اینکه بزند وای مرد. گو تا معناش بگو تا اینکه بزند وای مرد. بگو تا اینکه بزند وای مرد. اکنون دیگه وای مرد رو از کجا گرفتیم؟ این رو ما و شما از فعل مضارع خوب میدونیم که وای مرد اینجا کجاست یا در کجاست. اکنون ترجمهش همین است. لیضرب گو تا بزند وای مرد، صیغه واحد مذکر غایب معلوم امر بالام، یک مرد. اگر دو تا باشن میگیم لیضربا گو تا بزنند ایشان دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم امر بالام، یعنی کسی که در پیش ما نیست. مثلا با توجیه میگیم که برا فلانی را بگو فلان کسی را بزند. پس به عربی همین طور میشود. لیضرب بگو فلانی را تا اینکه بزند، بگو وای را تا اینکه وای بزند. پس امر غایب معناش همین است، یعنی برا فلانی را بگو انا همون فلانی بزند. لیضرب یک بار دیگر لیضرب گو تا بزند و مرد، صیغه واحد مذکر غایب معلوم امر بالام. لیضربا گو تا بزنند ایشان دو مرد، ایشان یعنی ویها دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم امر بالام. لیضربو گو تا بزنند، لیضربو یعنی گو تا بزنند. اینجا حرف با ضمه دارد، حرف با. لیضربو گو تا بزنند ویها مردها، گو تا بزنند ایشان همه مردان، صیغه جمع مذکر غایبین معلوم امر بالام. پس این سه تا برای مذکر هست. بعد از این سه تا مؤنث رو شروع میکند که لتضرب گو تا بزند و زن، صیغه لتضرب گو تا بزند و زن، صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم امر بالام. لتضربا اگر دو زن باشند گو تا بزنند ایشان دو زن، صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم امر بالام. آخرین صیغهش لیضربن، آخرین صیغه مؤنث غایباتش لیضربن، ترجمهش گو تا بزنند ایشان همه زنان، صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم امر بالام. اکنون 6 تا غایب به پایان رسید، 3 مذکر و 3 مؤنث. این دو تا دیگرش مانده است. این دو تا دیگر صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود. اکنون این دو تا که برای حکایت نفس است، برای متکلم است، ترجمهش لیضرب ترجمهش میشود گو تا بزنم من مرد یا زن، صیغه واحد متکلم معلوم امر بالام. ترجمهش به ساده تاجیکی میشود لیضرب یعنی بگو تا بزنم من، بگو تا بزنم من. دیدید؟ بگو تا بزنم من، بگو تا بزنم من یک مرد. چی بود ترجمهش؟ لیضرب گو تا بزنم من مرد یا زن، صیغه واحد متکلم معلوم امر بالام. جمعش لنضرب گو تا بزنیم ما همه مردان و یا همه زنان، صیغه متکلم مع غیر معلوم امر بالام. پس این 8 صیغه امر چی بود؟ امر غایب، امر بالام، معلوم امر بالام. باز اینها مجهول میشوند که همگی بعد 14 صیغه می شود که درس آینده، درس 19 درباره مجهول امر بالام یا مجهول امر غایب صحبت خواهیم کرد. پس این بود ترجمه این عباره هایی که حالا ما و شما خواندیم. بیاید ما و شما یک بار ترجمه میکنیم. لیقل این واو رو حذف کردیم به خاطر التقاء ساکنان. لیقل گو تا بگوید وی مرد، گو تا بگوید وی مرد، یعنی بگو تو اون مرد بگوید. لیقولا بگو گو تا اون دو مرد بگویند. لیقولو بگو تا اون که آن مردها بگویند. اینها 3 صیغه مذکر. اکنون مؤنثش لتقل اینجا همچنین واو حذف می شود به سبب التقاء ساکنان. این واو رو هم حذف چخیل اینجا حذف کردیم، اینجا هم حذفش میکنیم. لتقل یعنی گو تا بگوید وی مرد، گو تا بگوید یعنی بگو تو تا اینکه اون مرد اون زن بگوید. لتقولا بگو تا اینکه آن دو زن بگویند.
لیقلنا، بگو تا آن زنها بگویند، یعنی که زنها بسیاری باشند. لیقل اینجا همچنین واو حذف می شود به سبب التقاء ساکنین، چطوری که اینجا حذف شد لیقل. پس لیقل به این طریق نوشته می شود که لیقل، 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 زیرا که واو رو حذف کردیم به سبب التقاء ساکنین. اکنون می شود لیقل تا این بگو تا این که بگوید من بگویم، بگو گو تا بگویم من، گو تا بگویم من. لنقل با این طریق نوشته می شود لنقل، یعنی که گو تا ما بگوییم، بگو تو تا اینکه ما بگوییم. پس این هست ترجمه امر غایب، معلوم امر غایب. پس به همین طریق باید فعل ها را گفتنش را ما در ذهنمون خوب داشته باشیم که به این طریق میگوییم که لیضرب لیضربا لیضربو، لتضرب لتضربا لیضربنا، لاضرب لنضرب. مثلا قتل یقتلو را میگیم که لیقتل لیقتلا لیقتلو، لتقتل لتقتلا لیقتلنا، لاقتل لنقتل. یا باب 19 دحرجه و دحرجو را بگوییم. پس میگوییم که لیودحرج، یعنی که گو تا اینکه بگوید که من جر بکنم، این یک از دیگر تا اینکه مرا بگوید که من جر بکنم. پس میگوید که لیودحرج لیودحرجا لیودحرجو، لتدحرج لتدحرجا لیودحرجنا، لیودحرج لندحرج. و آخرین صیغه که باب 15 استخرج یستخرجو را در هر درس استفاده میبریم. پس در امر غایب چنین استفادهش میبریم که لیستخرج، یعنی بگو تا اینکه طلب برآمدن بکند وی مرد. لیستخرج بگو تا اینکه طلب برآمدن بکند وی مرد. لیستخرج لیستخرجا لیستخرجو، لتستخرج لتستخرجا لیستخرجنا، لاستخرج لنستخرج. پس این هست طریقه صرف کردنش و طریقه گفتنش و با همین طریق باید در ذهنها همیشه باشد تا اینکه با هر عربی که گپ میزنید یا با عربی گپ میزنید یا کلمه عربی را که میخونید، پس اینها باید در ذهنتون باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این بود درس امروزه ما و شما. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.